Miniatyure مون فقط تاریخی مکتب شدونه میشد. در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان و مکتب بچگانه صنعت تصویری شهر دوشنبه از طرف مینیاتورنگاران ازبک درس مهارت گذرانده شد که آن جهت باز هم رشد این نوع هنر و آشنایی پیدا نمودن نسل نورست و جوانان کشور مهم ارزیابی می‌گردد. باید گفت که مینیاتورنگاران کشور ازبکستان در دومین همایش بین‌المللی مینیاتورهای تاجیک دیروز امروز و فردا که با گرامی داشته خاطره نیکی صنعت‌شناس محقق بزرگ مینیاتورهای فارس و تاجیک پروفسور مقدمه اشرفی و فعالیت ایجادی رسام مینیاتوریست معروف تاجیک علیم کمالزاده بخشیده شده بود اشتراک داشتند. ما از سمرقند تشریف کردیم اینجا. ما حاضر بچه‌های رسامای گوداکو با درس داشتیم. مقصد ما همین که تاجیکستان مینیاتورش شکل آوردن و آینده به اینو به یک مینیاتور استاش رسامای کلان شده گوشون به یک مون ترکی میته. келajak به اینا یک آینده به کلان رسامی مینیاتوری شدن و خودشون به یک مقصد وظیفه موندگاشون به یک سبب چی شده میمونه. ما حاضر اکن ریجون به دیگر دولت ها برفته دیگر دولت های مینیاتوری شد که همین هر یک دوستان داریم مینیاتوری سباق داشته همون سباقمو یگان کس نتیجه گیرد. حاضر ما اینست به درس دادیم حاضر به مکتب به درس داشتیم کالج با اگر شرطنامه مشاهد اگر قبضه داتونیم و یا بیم یک درسی که شد داده میتیم بچه خوخشوش میبینیم آنلاین درس های مانده میتیم آنلاین درس به ما خودمون ویدیو کتا میپتیم و یا نتیجه های کشتگاشونه مفرسونم. گفتم به مورد است که مینیاتور رویه قدیمه صنعتی رسامی فارسی زبانان است. مردم تاجیک با آن افتخار دارند که میراثبر این نوع نادر هنر است. فرزند بزرگ ملت ما کمال‌الدین بهزاد یکی از بزرگترین رسامان مینیاتور در جهان است که او را در شرق مانی ثانی و در غرب رفائیل شرق مینامند. صنعت مینیاتور سال 2020 بر روی خط میراثی فرهنگی غیر مادی بشری یونسکو شامل کرده شد. این نامیناسیون را ازبکستان، آذربایجان، ایران و ترکیه پیشنهاد کردند. حالانکه در تاجیکستان نیز هنرمندان هستند که این صنعت قدیمه را همه طرفه آموخته برای رشد آن کارهای زیاد کردند. یکی از آنها رسام معروف تاجیک علیم کمالزاده است. ذکر کردن به مورد است که درس مهارتی که از طرف رسامان ازبکستان گذرانیده شد در آن اشتراکچیان با ذوق بلند اشتراک کرده به سوالهای خود جوابهای مشخص گرفتند. همچنین فرق بین مینیاتورهای دو کشور بررسی گردید. مینیاتور حاضر به خودش سایقل یافتگی وقتش 14 15 عصر به سایقل یافت و حاضر سالم با عصر 21 سال به این یخ شده رفت است. اول کتاب سایقل یافتگی بود کتاب نقش نگار کرده حاضر به آمده مینیاتور به بودگی اشتیاقمندی آدمو کم شد. چونکه این به رسامو به درآمد نشد و یا به سپانسری چیزی نکرد. حاضر به اکن مون مینیاتور مکتبش شکل یابیم اگر با گشته مینیاتور سایقل میابد. مینیاتوری مون یعنی سمرقند ای تاجیک خودش همزنین اهمیتش است که ازبک مینیاتورش با خودش انسامبلش یعنی فرمش که تاجیکی با پاپورش خودش کشیدش نمایان میکند و خودش نقش و نگارش که اهمیت میدارد و حاضر به مون مینیاتوری و ازبک یک دیگرش وابسته کنیم اگر این یک دنیای نو خصقش میکنیم صنعت به یک دیگرش که وابسته کرده این دو دوستانی صنعتی تصویر میشد. درس مذکور یک روز ادامه یافت که هنرمندان صاحب تجربه به دانشجویان این رشته و علاقمندان این نوع هنر نازکی‌های مینیاتور را آموزانیدند که این تدبیر در رشد صنعت مینیاتور در تاجیکستان زمینه خواهد گذاشت. امین جان رحمتزاده، نیکروزی عبدالله برای برنامه اطلاعاتی پیام.